نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. کوروش آریامنش، خیلی ممنون بابت متون بسیار زیبا و نقضی که فرستاده بودی و همینطور تصاویر جالبی که با اونها همراه بود. مطالبی رو که به برنامه‌های دیگه مربوط میشد براشون فرستادیم. طنزهایی که برای دکتر بزن بهادر فرستاده بودی خیلی مفید و خوب بودن، دست درد نکنه. امیدوارم که بتونید بیشتر از استعداد در این زمینه استفاده بکنید. همینطور تشکر میکنم از دوستان عزیز پیک شادی، سامان، رویا، مهرداد، سعید صالحی، ابوالفضل، کریم، فریبرز ممتحن، جواد جمشیدی و ابوالحسن به خاطر تصاویر طنز و مطالب بسیار جالبی که فرستاده بودید و همینطور کاریکاتورهای زیبا. آدریان عزیز، ممنون بابت نامه پرمهر و محبت و مسئولانت که جداگانه بهش جواب خواهیم داد. میلاد، خیلی ممنونیم بابت نکاتی که فرستاده بودی و همینطور اون کلیپی که همراهش بود. همینطور امیدوارم که دوستانت علی و رضا و حامد و محمد حسین هم صدای من رو بشنون. به همشون سلام برسون. خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستن. علیرضا افشارچی عزیز، خیلی ممنون از توضیح مسئولانه‌ای که فرستاده بودی، بسیار کمک کننده بود. بهرام از تبریز نوشته که خوب سازمان ملل به پاس نوشیدن چندین تن ساندیس در روز 9 دی ماه از جانب مزدوران رژیم این روز رو به عنوان روز جهانی ساندیس نامگذاری بکنه. دوست گرامی پیک شادی سیما، کلیپی رو که خواسته بودید براتون ارسال میکنیم. چشم، در مورد سایر نکات هم حتما اقدام میکنیم. احسان شاهین، ممنون از ایمیلت، در مورد درخواستت حتما اقدام میکنیم. فرهاد از تهران طرحی رو در مورد تلاش خامنه‌ای برای دستیابی به بمب اتمی فرستاده. فرهاد عزیز، در مورد کنسرت عظما هم که درخواست کرده بودی به روی چشم.